بریم یه آرایش خیلی خفن تو 10 دقیقه انجام بدیم. بریم افتتاحیه سارا دوست من. اینجور بیسی رو با این قهوه‌ای میزنم. پشت چشممو تیره میکنم. دروغ میگه. اینا رو تو تایم حساب نمیکنم. بگم از الان آجوری. بچه سارا دوستان با 2 تا از دوستای سالن آرایشی زدن توی یز. حالا آیدی اینستاگرام سارا رو میذارم براتون. واقعا میکاپ های قشنگی داره و فوق العاده تمیز. سایه سیاه. دارم گوشه چشما قشنگ بعد اینجا و بعد اینجا. اوکی. نوبتی هم باشه نوبت روژگونه است. روژگونه میگین این تا بیاریم بالا. از این ریمل سفورامو میزنم گوشتم. بعد اینجوری میکنم. بعد میرم زیر چشم. فکر میکنم اینم از لبم میبرم 2 طرف چشم و اینجوری و اینجوری. از میکاپ من 13 دقیقه من خواستم 10 دقیقه باشه ولی متاسفانه بیشتر از 10 دقیقه شد. ولی سری بعدی واقعا میخوام رو 10 دقیقه وایسم. میکاپ خدایی تمیزه، یعنی نسبت به این تایم کوتاه. مرسی که تا اینجا نگاه کردین. بوس به کلتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. خدافظ.